خوب توجه کنید. رسول اکرم میگوید کسی که در دنیا نماز ترک میکند ثم قضا، بعد بیگاه که شد قضایی میخوانش، عذب فی النار حقبا، این گونه انسان خداوند در روز قیامت یک حقب عذاب میکرده است. از پیغمبری خدا پرسیدن حقب چیست؟ حضرت گفتند 80 سنه. برای یک نمازی که وی قضا کرده است، برای یک نمازی که وی در وقتش بے پروایی کرده است، خداوند در قیامت 80 سال عذابش میکرده است. الحق 80 سنه. پیغمبر گفتند 80 سال برای یک نماز قضا کرده خداوند عذاب میداده است. السنه، باز رسول اکرم دوام دادند، السنه 360 یوم.